الان برای چی اومدید زندان؟ ولی خب شریکم پولم برداشت، برای همین نتونستم قسطی وام پرداخت بکنم. چرا لاغر شدی این دفعه؟ والا من هر دفعه هم دهمی. فکر نمی‌کردم اینقدر بی طاقتت بشم. دلم برات تنگ شده. بفرم. باشه احیانا کسی نمیاد اینجا یه کیف گم کرده باشه. نه چطور؟ ما یه مقدار طلا پیدا کردیم. شما آقایی نیستین که تو تلویزیون اخبار استانشون تو میداد؟ بله. تو محل این بم صدا کرده. فقط 10 نفر به من زنگ زدن پیغام فرستادن به رحیم بگو افتخار مایی. مدرکی که ای بابا همه عمرش یه روده راست شکمش نبوده. حالا ایشون شده قهرمان. من که بی سر صدایی خوبی کردم شدم طلبکار بی‌شرف ظالم. بابایی من دروغ نمیگم. من نمیدونم این مردی که کیه که تو به خاطر این آبرو خودت و خانواده‌تو داری ببر. این مردی که همه زندگی منه. بابا من یه کار نکرده باشی آبرو خود تو خانواده رو ببری دیگه نتونم توی شهر سر بلند کنم. چه کار کردی؟ چرا کار کردی؟ چیکار کردی؟